درود. به قصه گردی خیلی خوش اومدیم. در قسمت پیش داستان زال و سیمرغ رو براتون روایت کردم و در ادامه اون داستان میپردازیم به داستان زال و رودابه، یکی از عاشقانه ترین داستان ادبیات ایران زمین. وقتی که زال به شهر و به نزد پدرش بازگشت، با مهراب پادشاه کابل دیدار کرد. مهراب بعد از اینکه زال رو ملاقات کرد به کاخ خودش برگشت و ماجرای دیدارش با زال رو به همسرش سیندخت و دخترش رودابه تعریف کرد. سیندخت که بسیار درباره زال کنجکاو بود، سوالاتی رو از همسرش مهراب پرسید. مهراب واقعا موهاش سفید بود. زالی که پیش سیمرغ پرورش یافته بود واقعا با ادب بود. و مهراب شروع کرد از زال گفتن که شجاعت او مثل یک شیر نره، قدرتش مثل یک فیله. درسته که موهای سفیدی داره ولی بسیار چهره برازنده و با صلابتی داره. همین که مهراب داشت از زال قصه ما تعریف میکرد، به یک باره و بی اختیار دل دختر مهراب یعنی رودابه در گرو مهر زال افتاد و خواب و خوراک و آرام و قرار را از اون گرفت. وقتی که اطرافیان رودابه متوجه این علاقه شدند، شروع کردند به حرفهایی همچون: رودابه تو در این کاخ بزرگ شدی، زال در کوهستان بزرگ شده. تو ادب رو از پدرت و مادرت آموختی، او از سیمرغ یاد گرفته. و با این حرفها دل رودابه رو میشکوندند. گذشت تا اینکه زال قصه ما برای شکار به دشت و صحرا رفت. پرنده های زیادی رو شکار کرد. یکی از پرنده هایی که زال صید کرده بود به محل دوری روی زمین افتاد. زال و همراهانش برای اینکه اون پرنده رو پیدا کنن به پیش رفتن و یک باره به گروهی از دختران برخورد کردند که در حال چیدن گلها بودند. دختران که با دیدن سواران زال ترسیده بودند، فوراً دور یک دختر حلقه زدند. زال که متوجه ترسیدن دخترها شده بود، فوراً از اسبش پایین اومد و به آنها به نشانه احترام تعظیم کرد. رودابه تا زال رو دید، با توجه به توصیفاتی که از پدرش شنیده بود فوراً متوجه شد که اون کیست. رودابه خودش رو به زال معرفی کرد: من رودابه‌ام، دختر مهراب، شاه کابل. زال که نگران شده بود از حضور ناگهانی او و همراهانش دختران و رودابه ترسیده باشند، بسیار با ادب پوزش خواست. اما صدای دلنشین رودابه حسی عمیق رو در دل زال به وجود آورد و یک شوری رو در دلش نهاد که تا به حال تجربهش نکرده بود. بعد از این دیدار اتفاقی، زال با احترام با رودابه و همراهانش خداحافظی کرد و سوار اسبش شد و با همراهانش از اونجا دور شد. اما از همون لحظه که از رودابه دور شد، ذهن و دلش از یاد دختر مهراب خالی نمی شد. زال روزها و شبها به فکر رودابه بود تا اینکه سرانجام به این نتیجه رسید که اینطور فایده نداره و باید بره و رودابه رو از نزدیک ببینه و باهاش راجع به ازدواجشون صحبت کنه. پس یک روز صبح زود عزم سفر کرد و به سمت کابل به راه افتاد.
وقتی به کاخ مهراب رسید از اسبش پایین اومد و وارد محوطه کاخ شد. رودابه که در اتاقش بود متوجه اومدن زال شد و به سمت پنجره اتاقش رفت و به زال گفت سلام پهلوان، من میخواهم به تو کمک کنم تا به ملاقاتم بیایی. پس گیسوی بلندش رو از پنجره به پایین انداخت و به زال گفت گیسوی من رو مثل یک طناب بگیر و بالا بیا. زال گفت حتی نمیخوام تاری از گیسوی تو کم بشه، اما اگر فقط این راه چاره است که من بیام و تو رو ببینم باشه، قبول میکنم، هر چی که تو بگی. پس زال گیسوان رودابه رو گرفت و به بالا رفت. وقتی که اونها به هم رسیدن چشمانشون در هم گره خورد و در اون لحظه هر دو در دنیای هم غرق شدند. بعد از این دیدار زال نه شب و روز داشت نه آرامش و قرار. دائما به فکر این بود که یک شرایطی رو آماده بکنه تا بتونه با رودابه عزیزش ازدواج بکنه. پس یک نامه‌ای به پدر خودش یعنی سام نوشت و بهش گفت که وقت ازدواج من فرا رسیده و در نامش از رودابه دختر مهراب کابل یاد کرد و اون رو همسر شایسته‌ای برای خودش دونست. اما سام که از نژاد و خانواده رودابه آگاه بود با این ازدواج مخالفت کرد و به زال توضیح داد که چون رودابه دختر مهرابه و نسبتش به ضحاک برمیگرده، منوچهر شاه که شاه ایران بود قطعاً از این ازدواج خوشحال نمیشه پسرم. زال که تصمیمش رو گرفته بود پدرش رو متقاعد کرد که برای حل مشکل ازدواجش پیش شاه بره. پس سام پدر زال به سمت دربار حرکت کرد، اما قبل از اینکه به کاخ شاه برسه متوجه شد که شاه بهش دستور داده که به کابل حمله بکنه و شهر کابل رو نابود بکنه. برای اون که بفهمه که سام چقدر بهش وفاداره از او خواست که مهراب و خانوادش رو هم نابود بکنه. اما سام یک نامه‌ای به شاه نوشت و درخواست زال رو در اون نامه به شاه گفت. اون نامه رو به دست زال داد و ازش خواست که خودش اون نامه رو به دربار شاه ببره. سام هم رفت و کابل رو محاصره کرد، اما به زال قول داد که به کابل حمله نمی‌کنه. پس زال نامه رو از پدرش گرفت و به کاخ شاه ایران منوچهر شاه رفت. وقتی که نامه رو به شاه داد، شاه بعد از خواندن نامه تصمیم گرفت که هوش و دقت زال رو بسنجه. پس یک سری آزمون‌های مختلف اعم از رزم و کشتی و چیستان سر راه زال قرار داد که این پهلوان جوان رو بسنجه. پهلوان ما تونست همه این امتحانها رو با موفقیت پشت سر بذاره. پس شاه برای اطمینان از درستی این پیوند از ستاره شناسان خواست که پیش بینی کنند فرزند رودابه و زال چه سرنوشتی خواهد داشت. ستاره شناسان گفتند فرزند این دو یک پهلوان بزرگی میشه که مرزبان ایران زمین خواهد بود. شاه با شنیدن این سخن و با تلاش ها و پیگیری های زال سرانجام رضایت داد که این پیوند انجام بشه. حالا از اون طرف داستان براتون بگم. مهراب که متوجه شد شاه به سام دستور داده که با کابل حمله بکنه و مهراب و خانوادش رو هم از بین ببره، یک فکر وحشتناک به ذهنش رسید. این که رودابه یعنی دختر خودش رو بکشه تا آتش جنگ رو خاموش کنه.
اما سیندخت همسر مهراب که زنی بسیار دانا بود با این تصمیم مهراب مخالفت کرد و به نزد سام رفت، اما خودش رو معرفی نکرد و شروع کرد با احترام با سام گفتگو کرد. اما سام از رفتار محترمانه و دانایی سیندخت متوجه شد که او همسر مهراب هست. بعد از این دیدار سام که از شخصیت والای سیندخت مادر رودابه تحت تأثیر قرار گرفته بود، به ازدواج زال و رودابه رضایت داد و به این ترتیب زال و رودابه قصه ما با هم ازدواج کردند. حالا اگر میخواید بدونید که زال و رودابه کدومی که از پهلوان‌های شاهنامه رو به دنیا میارن و اون پهلوان چه کارها و چه رشادت‌هایی میکنه، در قسمت‌های بعدی همراه قصه گردی باشید.